مرکز مطبوعات قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان روز 8 مای در یک اظهارات از قلمرو این کشور اصابت کردن گلوله‌ها از خاک افغانستان اندوخته شده را تصدیق کرد، ولی گفت این تیرهای بود که در جریان زده‌خوردهای بین قوه‌های طالبان و داعش در منطقه خوجه غور ولایت تخار افغانستان تصادفاً به حدود تاجیکستان گذشتند. قبلا گروه تندرو خراسان شاخه شرقی داعش یا دولت اسلامی مسئولیت موشکباران قلمرو تاجیکستان از خاک افغانستان را بر دوش گرفت و گفت حمله روز 7 مای به قلمرو تاجیکستان کار دست جنگیان همین گروه تندرو بود. اما مرزبانان تاجیک بر پایه اطلاعیه رسمی نماینده نیروهای مرزبانی طالبان در منطقه خوجه غور ولایت تخار افغانستان خبر داد که روز 7 مای سال 2022 ساعت 11:45 در روبروی دیدبانگاه سرحدی رقم 12 اتریاد سرحدی 5 میان قوه‌های طالبان و گروه مسلح اعضایان تشکیلات بین المللی تروریستی دولت اسلامی یا داعش زدوخورد مسلحانه صورت گرفته 1.5 ساعت ادامه یافته است. منطقه های مذکور در نزدیکی سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داشته تیرهای بالا ذکر تصادفاً به حدود کشور گذشتند. اظهارات مالی و جانی به قید گرفته نشده است. مرکز مطبوعات قشون‌های سرحدی تاجیکستان افزود در حال حاضر از جانب ساختارهای مربوطه طالبان در منطقه خوجه غور برای معاین و بی‌ضرر گردانیدن گروه تروریستی تدبیرهای مشخص عملی شده ایستادند و جزء تامهای قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان به حالت آماده باشی پوره جنگی گذرانیده شدند. نهادهای قدرتی تاجیکستان تمام امکانات و توانایی حفظ با اعتماد سرحد دولتی را دارند. وضعیت در سرحد دولتی تاجیکستان و افغانستان معتدل ارزیابی گردیده تحت نظارت مرزبانان تاجیک قرار دارد. گفته می شود در اظهارات پایگاه سایت که فعالیت گروه‌های افراطی و تروریستی را در سراسر جهان پیگیری می‌کند روز 8 مای بیانیه خراسان را نشر کرد که در آن گفته می شود که حمله روز 7 مای به قلمرو تاجیکستان کار دست جنگجویان همین گروه تندرو بود. در بیانیه ادعا می شود که جنگجویان داعش از حدود ولسوالی خوجه غور ولایت تخار افغانستان به طرف خاک تاجیکستان 7 موشک انداختند. خوجه غور با ناحیه‌های فرخار و 5 ولایت ختلان تاجیکستان هم مرز است.